دوستانی عزیز، تماشابینان گرامی، امروز در شهر نیویورک فستیوال نوروزی یا اینکه سیر نوروزی برگزار می شود. تاجیکانی که در نیویورک و در اطراف آن زندگی می کنند امروز در این باغ پرسبز، در این باغ زیبا سرجمع می شوند تا اینکه نوروز را یکجا تجلیل کنند. نوروز امروز با برگزاری برنامه کنسرتی، نمایش هنرهای مردمی، پختن آش پلو و تشکیل بازی‌های ملی دایر می شود. در این چاره‌بینی سراینده های تاجیک مثل عزت شریفی، حسن حیدر، زمیره فیصلی، شوکت اشتی اشتراک دارند و آنها در این چاره‌بینی هنرنمایی می کنند. بیایید یکجا از هنری آنها بهره میبریم و شادی میکنیم. همدیاران عزیز، هموطنان عزیز، امروز ما جشن داریم، امروز ما عید داریم و ما در عیدگاه حضور داریم. عید باستانی ما، عید تاریخی ما، عیدی که صحیفه های طلایی را رنگین کرده. همگان را، همه عزیزانم را به این بزمگاه دعوت می نمایم. خوش آمدید به بزم ما. انا این دوستانی عزیز، چون رمز، چون عرف و عادت، بزم نوروزی تاجیکان امریکا با نمایش هنرهای مردمی همچون احترام و رسم و آیین و فرهنگ ملی برگزار می شود. دوستان عزیز، این محصول هنرمندان ایکات روم هست. ایکات روم شرکت هنرمندی است که در شهر نیویورک فعالیت میکند و آن هنری ملی و مردمی تاجیک را به امریکاییان معرفی میکند. اینها رو کی تهیه کرده است؟ ما. میتونید کمتر درباره هنرتون گپ زنید؟ البته خیلی که ما رو امروز دعوت نمیدن به نوروز، همچون هنرمندا ما هم از ایجادیات خود نمایش کنی آمدیم. این و نمیدی زردالی اسفره تاجیکستان به بسیار از گیپس شپاکلوفکا کار شده است. ایناش هم همش از گیپس شپاکلوفکا ای روی ایناش به اپاکسی смола, жидкая смола روسی به انگلیسی به اپاکسی ریزن استفاده بردگی. اینا حاضر ورسی نو برآمدگی. اینا کارتیناهای وای ابسترکت میگن از اپاکسی استفاده بردگی من. ایناش اویل پینتینگ، بوراوغان، کاسکه بوراوغان. خیلی که این چند سال میستاد هیچ نمیشه. اینا باریلیف این گیپس نش پاکلوفکنه یارزگی سیورقی این دیگر خیلی یارزگی ویاش است. خب اپای رخشانه، شما همین هنرتون در تاجیکستان هم میکردید؟ از کجا یاد گرفتید اینه؟ اینجا به چی شد که شما به همین هنر توجه کردید؟ مامی راستشو یامی؟ بله. تلویزیون دیده استادم، یکی منظره دیدم.
منظره رسه معقول شد، خیلی معقول شد. رفتم راسکه ها را آوردم سر کردم، یک پوری سر کردیم انگور اینه سر کردم. سونی بینم شوسوس نو من پدرم رسام بودگی، پدرم دیولو بیام میکشیدگی انده نو من خودم پرکتیک مانده نبود وای چیز. رفتم گرفتم کردم. و همین اما جالب این است که شما که از تاجیکستانید و در خون و یعنی که پیوندتون فرهنگ تاجیکی است، همین هنری نو آموختید و با تاجیکستان ربط دادید. انگور و زردالو و طبیعت تاجیکستان و یعنی همون عنصرهای تاجیکی در هنرتون تجسم کردید. بله. و دوستان عزیز، در ابتدای این جشن باشکوه، این چهاربینی خیلی زیبای بهاری، ما یک چند دقیقه برای شما موسیقی زیبا رو پیشنهاد میکنیم که یک لحظه استراحت کنید، وقتتون خوش باشد و برنامه‌های نوروزی رو در حضور همه شما گشاده اعلان میکنیم. همتون خوش آمده دوستان عزیز. از همتون خواهش میکنیم جایهای خود رو بگیرید، در جایهای خود بنشینید و یک بار دیگر تکرار میکنیم در طرف دست راستی صحنه میجیک شو است. کودکان خود رو برید برای شو و در نزد پرچم در بین صحنه توفا است. توفا رو برای فرزندان خود بگیرید. مرحمت. Show me your nose. Watch nose. Okay. Are you pretty sure it's there? Head, knees, nose, belly. Press the head, knees, belly. Oh my God! Спокойно. У них у всех вот здесь пупок. By the permanent representation of the Republic of Tajikistan to the United Nations to make all of us here united so that we can keep doing our best to improve our country and to represent Tajikistan as one of the independent countries around the world. هموطنان ارجمند با فستیوال بهاری 2024 خوش آمدید. هموطنان عزیز،
امروز با شرافت استقلالیت دولتی و کوشش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مردم سربلند تاجیکستان جشن بین المللی نوروز را در فضای صلح و ثبات، آرامی و آسودگی و وحدت ملی استقبال می‌گیرند. نوروز نه تنها نشانه ملت است بلکه در شرایط جهانی شوی عامل اساسی نگهداشت اصلی هستی ملت را تشکیل می‌دهد. فرهنگ نوروزی از تمدن قدیمه آریایی سرچشمه گرفته با مرور زمان با تأثیر فرهنگ معنوی مردم سوخت و باختر و دولت سامانیان بای گردید و تا به امروز همچون میراثی بی‌بها ارزی وجود دارد. خاطررسان می‌نمایم که جشن باستانی نوروز سال 2009 و فهرست میراثی غیر دائمی فرهنگی یونسکو شامل گردیده. سال 2010 اجلاس 64 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 21 مارس را همچون روز بین المللی نوروز محض در شهری که ما و شما این زمان اقامت داریم اعلام کرد. از نام خودم قید کردنی هستم که محفل همین روزه را محض اکای جانوک حکمت تشکیل دادن با سببی یک جای کنی ما، یعنی که مقصدشان همین است که ما هممون همه وقت متحد باشیم و برای رونق و رواج وطنمان خدمت کنیم و همیشه همین خیل با خورسندی یکدیگر رو ببینیم و از وطن خودمان فخر کنیم و به درجه های جهانی وطن خودمان رو معرفی کنیم. و اینک سخن نوبتی با سفیر محترم سفارت جمهوری تاجیکستان در شتات‌های متحده آمریکا فرخ امرعلی زاده، تشکر زیاد که از راه دور امروز در اینجا تشریف آوردید روی خاطر همه ما. تشکر زیاد. تشکر پیش از همه برای دعوت من و همکارانم. البته هر یکی شما رو و خاندانتان رو با نوروز عالم افروز تبریک می‌نمایم. شما به هر یکی شما سلامتی، فیض و برکت، خانه آباد آرزو می‌نمایم. البته عید نوروز از جمله آیین‌های نیاگان ما است که از فرارسی فصل زیبای بهار و ابتدای سال نو اجدادی خبر می‌دهد. نوروز همچون تنتنه نیکی جشن گرفته می شود. تلقین کننده محبت و وحدت، پاکی و صداقت و زیبایی می باشد. این چاره‌بینی از آن فرق می کند که اویله های تاجیک یک جا با فرزندان خود آمدند، هم صحبت های اویلوی دایر می کنند و همچنین همراه خود غذاهای ملی آوردند، یک جا با تشکیل کننده ها یعنی سهم گذاشتند و آن غذاهای ملی تاجیکی را با هم تقسیم نمودند. همچنین تشکیل کننده ها یک آش بسیار بامزه پختند که همه از آن آش سیر کرد. بزم نوروزی خیلی جالب دایر می شود و در این چاره‌بینی هنرمندان تاجیک که از خود دوشنبه آمدند مثل حسن حیدر، عزت شریفی برنامه کنسرتیشان نمایش می دهند و همچنین هنرمندانی که مقیم نیویورک هستند مثل زمیره فیضلی و شوکت اشتی با ترانه‌های ناب خود خاطر حاضرین را شاد می‌گردانند. خب بیایید یک جا می‌رویم و از هنر آنها لذت می‌بریم.
ماست مقصدی دلی ماست در این گوشه دنیا مقصدی دل ماست در این گوشه دنیا در سایه زلفی تو بیا به پناه در سایه زلفی تو بیا به پناه چشمانی سیاه داری رو رخسارت شما در سوی من نیزار نمایی تو نگاهه چشمانی سیاه داری رخسارت شما در سوی من نیزار نمایی تو نگاهه شما میرسانم هنرمندا زیاد هستند بس ما دوام دارد نوروزتون مبارک شود شما دوستان عزیز دوستان عزیز بیایید حالا من و شما زیر قرصک های متنتنی شما ملکه بهاری را پیشواز میگیریم خوش آمده
نوروزتون مبارک باشد عزیزان دید. در آغاز یک دو ترانه شعری که تماشاجان گفتن آرام پندآمیزی و ترانه‌های هم رقصی بهر محفل امروزه. قدر هر انسان را انسان پرست داند که چیست، مومیا پیوند سازد استخوان‌ها را بسیز. دست آدم گر شکست آویزه برگردن شود، گردنی بشکسته را بر دست ناویزد کسی. دوستان در زندگی بر قدر یکدیگر رسید، در همه شادی و غم بر نزد همدیگر رسید، در همه شادی و غم بر نزد همدیگر رسید. گر شما را دوست خواهد بردرش از بحر مهر، با دلی شهباز خود بر آستان در رسید، با دلی شهباز خود بر آستان در رسید. گر شما را دوست دارد دلبر بهتر ز جان، دوستان قدردان بر قدر آن دلبر رسید. بود است از دست که هر افتاده بگرفتن ثواب، بگذرد از سیم و زر پیش روی چون زر رسید، بگذرد از سیم و زر پیش روی چون زر رسید. دوستان در زندگی بر قدر یکدیگر رسید، در همه شادی و غم بر نزد همدیگر رسید. گر شما را دوست خواهد بردرش از بحر مهر، با دلی شهباز خود بر آستان در رسید، با دلی شهباز خود بر آستان در آشنایی درد را کم میکند، دردمند خفته باشد بر سری بستر رسید، عاقل و فرزانه باشد در همین دهر کهن. دوستان آیینه سان بر قدر خاکستر رسید، دوستان آیینه سان بر قدر خاکستر رسید. دوستان در زندگی بر قدر یکدیگر رسید، پاک سازد اشک سوزان در به چشم تر رسید، در همه شادی و غم
که فقط در روزهای شادی و خرسندی در از همدیگر باشد عزیزان. سال چند سال همین یه حال احوال هر سال میگم دلیل از تارسان سال چند سال این سال پارسال پنار سال هر سال میگم دلیل از تارسان امیدوار هستم که نوروز رو ما توانیم با تمام وجود همچون میراث نیاگانمان میراث تمدن دوست داریم نوروز رو ترغیب کنیم و همیشه تاجیکستان رو وطن نوروز نگاه داریم. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد و ای خداوند زمین و آسمان چون نوروز رو از آفرینش جهان آفریده ای تا ابد نوروز جاویدان بماند، تاجیکستان جاویدان بماند. ای خداوند زمین و آسمان تا ابد نوروز ما رو پاینده دار. در دو غم سوزش عاشق رای خندید ایران اونم هر دوما در دو غم سوزش عاشق رای خندید ایران اونم هر دوما وقت که بود در مویاکی پری یا به گلستان دلم بری وقت که بود در مویاکی پری یا به گلستان دلم از درد و غم و رنج تو مادر بخورد غم مهری تو بسد رنج زی قلبش نشود غم ای گوهر نایاب ترینی بنی آدم ای گوهر نایاب ترینی بنی آدم زیبای تو از هرچی که زیباست با عالم تاجی سری مه پیکر خوش روی تو مادر جان و دل ما هستی و دل جوی تو مادر تاجی سری مه پیکر خوش روی تو مادر جان و دل ما هستی و دل جوی تو مادر خوش روی تو مادر دل جوی تو مادر از روضه جنت برسد بوی تو مادر خوش روی تو مادر
دلجوی تو مادر از روضه جنت برسد بوی تو مادر از روضه جنت برسد بوی تو مادر برگشتم و آینه به دستش دادم گفتم که در آینه کی را میبینی برگشتم و آینه به دستش دادم گفتم که در آینه کی را میبینی گفتم که در آینه کی را میبینی گذشتم رم به غمهای تو بگذشت و سودای و علمهای تو بگذشت تو را پیدا نکردم میگمرم پیا پی با قدمهای تو بگذشت پیا پی با قدمهای تو بگذشت همه نازد غنیمت باشد ای گل سراپایی تو دولت باشد ای گل تو رو بهری محبت آفریدم مددگارت محبت باشد ای گل تو رو بهری محبت آفریدم مددگارت محبت باشد ای گل آشنایان را چی گویم ایرانی دوستداران را چی گویم زنان مردان نگاههای شوهرزن سیفی های مردان را چی گویم زنان مردان نگاههای شوهرزن سیفی های مردان را چی گویم تو چشم روشنان آینه توست تا بی شیرین گنجینه توست فراموشم نکن تا زنده باشم که لایق باشی دیرینه برداشت شما از این چورابینی چگونه است؟ راضی هستید؟ به حد خوب گذشت. ما البته وقتی ما این چورابینی رو تشکیل میکردیم ما همه خیلی میخواستیم که نقص گذارد در سطح عالی گذارد ولی از بس که میدانیم که جمع نمودن اینقدر نفران خیلی مشکل است و اداره کردن اینقدر مردم مشکل است. ما فکر میکردیم که شاید یگان کمبودی ها رو پیش آید شاید یگان نفهمی ها شوند و کمبودی ها باشند ولی خیلی خوشبختانه هموطنان ما امروز جمع آمدن با خوش خرسندانه ما امروز معرکه رو گذراندیم و از همه آنها من میnnتدار هستم که یعنی همان حرمت و عزت یکدیگر را مهر و محبت نسبتی به یکدیگر را نگاه داشتن و معرکه به درجه عالی خیلی خوب گذشت. از حد زیاد خرسندم که ما همین روز همین چورابینی رو گذراندیم و اینقدر نفران زیاد را توانستیم که جمع بیاریم. همین را گفتنی هستم که ما باید چنین جمعیت ها رو زیاد کنیم تا که در آینده از این هم متحدتر شویم و برای خدمت خلق و وطنمان سهم بگذاریم. خب معلمه جان امروز گویم که بزم نوروزی چگونه گذشت؟ جشن نوروز اصلا 13 روز جشن می شود. ما فکر میکنیم که همون 13 روز رو نگاه داشتیم و این انانه و این مراسم باید که از اولاد به اولاد از نسل به نسل از جمعیت به جمعیت دیگر همین گونه و امروز چقدر بهاری بود که هم باران بود و هم آفتاب و هم باد بود و راست میگه هم باران رحمت بود و هم دیگ‌های آش جوشیده هم دیگ‌های سوملک و دیگ‌های کشک و همه آن چیزی که در همین نوروز و در جشن نوروز باید باشد اینجا ما دیدیم و از همه خوبش که ما آمیخته به طبیعت بودیم. طبیعت با ما بود ما با طبیعت بودیم و باران رحمت هم از بالا برای ما قطره قطره میبورید که ما را شاد میکرد ما را ناراحت نمیکرد. تشکر. نوروزتون مبارک باشد. خب میرویم به خانه. مبارک باشد. رحمت میرویم مکن به خانه. میرویم با خانه.